گزارش های نشر میشه در صفحات اجتماعی مبنی بر از که نظام صحی و کادر درمان در ولایت پنجشیر به شدت با افت مواجه است. او هم همراه وزارت در جریان گذاشته شده، انشالله وعده حل داده شده. اینجا شفاخانه ولایتی رخ است. شماری از ماشین‌آلات دیجیتالی مدرن و کمیاب در منطقه را زیر کار گرفته است. 22 معاینه را اجرا میکنند. ما به فقدان کادر صحی، دکترها و متخصصین ولایت مواجه هستیم. عملیاتخانه ما چیزی که ضرورت است و شفاخانه ولایتی تجهیزاتش مکمل است. الحمدلله که اکمال پروسه صحی در ولایت پنجشیر بسیار به وجه احسن شده.